واکسینه بی‌ضرر ضد کرونا ویروس آماده شد. ارمنستان و آذربایجان با میانروی روسیه برای انجام جنگ سازشنامه امضا بست. فیلم نوی رادیو آزادی از دهه لایوبه. سلام بیننده گرامی، من سروینوز روحلو هستم و برنامه نویدی بمدادی را تقدیم شما میکنم. امروز 10 نوامبر است و ساعت به وقت دوشنبه 11. در حالی که شمار آلوده شدگان کرونا ویروس در ایالات متحده از 10 میلیون کس گذشته است، شرکت عظیم داروسازی پفیزر و شرکت آلمانی آن بیوتکسی روز 9 نوامبر اعلام داشتند که واکسینه تجربوی کووید 19 در آزمایش‌های اولیه به ثمره‌بخشی بیش از 90% رسیده است. از این پیشرفت پرزیدنت تازه انتخابی ایالات متحده آمریکا جو بایدن در حال استقبال کرد که یک گروه کاری 13 نفری ضد کرونا ویروس را تأسیس داد. همزمان او از همه آمریکایی‌ها دعوت کرد که برای کاهش دادن ویروس نقاب پوشند. شرکت‌ها گفتند که هیچ گونه تأثیر خطرناک واکسینه را پیدا نکردند و منتظر دریافت پروانه فوق‌العاده ایالات متحده آمریکا برای آغاز استفاده آنند. خوشخبر مایه بالا رفتن شاخص‌های اساسی در بازارهای سهامی در سراسر جهان شد و ایندکس بعضی شرکت‌ها به بلندترین سطح رکوردی رسیدند. سهمیه‌های بانک‌ها، شرکت‌های نفتی و شرکت‌های سیاحتی خیلی بلند شدند. رهبری سازمان جهانی تندرستی این اعلامیه را روح بلند کننده نامید. ایالات متحده روز 9 نوامبر مرز 10 میلیون حالت تصدیق شده کرونا ویروس را در یک روز بعد آن عبور کرد که شمار بیماری در جهان از 50 میلیون نفر بیشتر شد. در تاجیکستان نیز در شبانه روز گذشته 40 حالت نوی سرایت‌یابی به کووید 19 آشکار شده است. در مجموع تعداد گرفتاران این بیماری در کشور به 11376 نفر رسید. تلفات از کووید در تاجیکستان 83 نفر بوده است. مقامات میگویند 94% گرفتاران شفا یافتند، اموری که برخی از متخصصان به آن شبهه دارند. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان توافقنامه را با روسیه و آذربایجان برای پایان دادن جنگ بر اثر منطقه قره‌باغ کوهی امضا کرد. این سازشنامه از امروز سه‌شنبه 10 نوامبر به اجرا درآمد. طبق گزارش بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، خبر امضای این توافقنامه پس از پیروزی‌های آذربایجان در نبردهای اخیر نشر شده است. نیکول پاشینیان شب گذشته در یک پیام در شبکه فیسبوک از این سازش خبر داد و گفت که همراه با پرزیدنت‌های روسیه و آذربایجان بیانیه‌ای را با هدف‌های پایان دادن به جنگ قره‌باغ کوهی امضا کردند که پس از ساعت 1 به اجرا می درآید. وی سپس گفته است که روزهای آینده معلومات بیشتر ارائه می دهد و اطمینان داد که این سازش بهترین راه حل برای شرایط فعلی بوده است. چند ساعت پس از این اظهارات پرزیدنت‌های روسیه و آذربایجان نیز خبری سازش برای پایان جنگ قره‌باغ را تایید کردند. ایلهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در نشستی آنلاینی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت این بیانیه سه‌جانبه مرحله سرنوشت ساز در این نبرد به شمار می رود. ولادیمیر پوتین نیز اظهار داشت که نیروهای حافظ صلح روسیه در منطقه قره‌باغ کوهی و بین منطقه و ارمنستان جایگیر خواهند شد. در درگیری‌های کنونی که حدود 6 هفته پیش آغاز شد، حداقل 5000 نفر کشته شدند. در حکومت تاجیکستان تا چند روز یا هفته‌های آینده تغییرات در ترکیب حکومت ادامه می‌کند. هفته گذشته امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند وزیر را عوض کرد و یا یکی را به جای دیگر گذاشت. همکارانمان درباره تغییرات کادری و معیارهای تعیین وزیران و دیگر منصبداران بلندپایه صحبت آشکاری داشتند که همین هفته تقدیم شما می‌شود. حالا پارچه از آن را همراه تماشا می‌کنیم. اصلا حاضر با غیر از منطقه دنقره با دیگرها کوتا جدا شده است. یعنی سروزیر باید همیشه از شمال باشد، رئیس پارلمان باید همیشه از شرق باشد و یک بدخشانی در یگان وزارت او بلوی سنگ و گل تعیین شود. اهالی بدخشان خب تگی 300,000 نفر است، درست؟ مردم بدخشان بیشتر میخونه، متخصص خیلی زیاد دارد. اگر ما به شمار اهالی نگاه کنیم، اگر همون فرخار هم یک 260,000 قریب اهالی دارد، واسی هم در کلوب هم یک شهر کلوب قریب 280,000 اهالی دارد. نمیشود دیگه که از کوتا بتیم از اینجا اونجا. به نظرتون آدمی که خوب صداقت داشته باشد ولی لیاقت نداشته باشد، اون تجربه رو نداشته باشد، میتوند که همچون وزیر یا که در یک منصب دیگر کار کند؟ جناب اسم‌زاده.
این برای منفعت‌های ملی برای یک دولت بسیار خطر بزرگ دارد. برنامه گپی آزاد روزی پنجشنبه ساعت 2:15 به وقت دوشنبه و ساعت 1:15 به وقت مسکو در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و وبسایت ما در نشانی azadi.org نشر می شود. مفتی البیر کرگانوف رئیس اداره معنوی مسلمانان مسکو گفته است مؤسسه های دینی به مهاجرانی که پیروی دین اسلام هستند نمی توانند هیچ تاثیری رسانند. با گفته کرگانوف آنهایی که به مسکو آمدند با کسی مشورت نمی کنند و عملاً با حال خود واگذاشته شدند و به این خاطر به عملهای غیرقانونی دست میزنند. برای مثال مفتی از گردیهمایی غیرقانونی در پشت در سفارت فرانسه در مسکو یادآور شد که شرکتداران گردیهمایی عکس‌های پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون را آتش زدند. با باور کرگانوف مؤسسه‌های اسلامی باید کار را با مسلمان‌های تقویت دهند که به مسکو میآیند. آخر ماه اکتبر مسلمانان چند روز پی هم در نزد سفارت فرانسه در مسکو ضد نشر کاریکاتورهای پیغمبر محمد که در مجله شارلی ابدو و ضد رئیس جمهور امانوئل ماکرون گردیهمایی اعتراضی تشکیل کردند. در روسیه بیشتر از 1 میلیون مهاجر تاجیک هم کار و زندگی میکنند. یک صدمه مرگبار باعث مرگ راننده و 2 کودک خردسال شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید حادثه در شهرهای دوشنبه، کلوب، خاروق به وقوع پیوسته است. راننده ماشین اوپل وکترا بهرام ذکراللهی 35 ساله که ساکن شهر وحدت بوده است از عهده اداره نقلیات نبرآمده به ماشین تحت اداره ساکن ناحیه همدانی عوض محسیدین زاده برمیخورد. در نتیجه ذکرالله همراه با 2 کودکش که مسافر 1 4 و دومی 2 سال داشتند از جراحت‌های برداشته به هلاکت میرسند. تحقیق حادثه ادامه دارد. دهه لایابه جماعت دهات شاهین ناحیه مومن‌آباد. این دهه در بلندکوهی بیشتر از 20 خواجگی در 20 کیلومتری شهر کلوب واقع است. برای نفرانی که باری اول به اینجا میآیند منظره و تلو تپه‌های این موضع آنها را تسخیر میکند. اما دهها مشکل دیگر پیش روی ساکنان این دهه قرار دارد. همکارمان محمود جان رحمتزاده به این دهه سفر کرد و یک فیلم مستند آماده کرده است که حالا پارچه از آن را همراه تماشا میکنیم. برای نفرانی که باری اول به اینجا می آیند منظره و تلو تپه های این موضع او را تسخیر می کنند. اما ساکنان این ده با مشکلات زیاد روبروند. نبود مکتب، بنگاه طبی، دسترسی به زمین های کشاورزی مسئله هایی است که از مقامات حل آنها را می خواهند. ما برای آشنایی با زندگی ساکنان لایابه به اینجا آمدیم. تا به ده رسیدن هم آسان نبوده است چون راهی ماشینگرد نیست. این دهه از شهرهایی که کلوب مومن‌آباد را پیوست میکند حدود 5 کیلومتر دوری دارد و بیشتر ساکنان این دهات سفرهای خود را به مومن‌آباد یا کلوب با اسب انجام میدهند و با اسب رفت آمد میکنند. ماشین اینجا کم رفت آمد میکند. این راه خاکی و سنگین شاهد حادثه های زیادی است. میرزا مراد سفروف 2 سال پیش از پشت بوز دویده در جری سرازیر شده است. او را در بالای اسب سوار کرده تا به راه کلان و از آنجا به بیمارخانه شهر کلاب بردند. این همینجا میخرم خورده خوب فرزندای پدر خواهیم کار بر ما میکنن. اگر کاری ما و دهقانی ما و همه چیز ما این همینجا ما یکون جون درد میکنه و یکون چی میشم میخوام میرم کلاب میرم دیگه چیکار کنم. من لیسوی کلان میرم. پای پیاده میرین سواره میرین چه خیلی میرین؟ خرد سوار میشم اینجا تو را میرم تو دا خرما میبندم. شکل پوره این فیلم را شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا و تماشا کنید. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 10 نوامبر چنین تعیین کرده است. شما خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان را از برنامه نویدی بومدودی رادیو آزادی تماشا کردید. تفصیلاتی از این هم بیشتری مطلب های ما را در سامانه رادیو آزادی خوانید و تماشا کنید. بعد از چند ساعت دیگر همکارانمان شما را با خبرهای از این هم تازه و جالب آشنا خواهند کرد. سلامت باشید و با ما بودن را فراموش نکنید.